شده براتون نیم ساعت کال آف بازی کنید و گوشیتون انقدر داغ کنه که احساس کنید الان بترکه. خب من اینجام که امروز بهتون بگم چی کار کنید. شما نیاز به برنامه استیمیت دارید که براتون گذاشتم تو چنل تلگرام. آیدیشو این زیر میذارم، حتما برید دانلود کنید. بعد از اینکه دانلود و نصب کردید وارد برنامه میشید و با همچین صفحه‌ای روبرو میشید. اگه توجه کنید پایین نوشته اسکن، یه بار روش کلیک کنید. بعد اینجا ازتون میخواد که دسترسی‌های لازم رو به برنامه بدین. بعد از اینکه دسترسی‌ها رو دادید برنامه سعی میکنه فایل‌های به درد نخور رو پیدا کنه و پاک کنه براتون. با حالا روی گزینه ران ناو میزنید. اینجا ازتون میپرسه میخواید فایل‌های الکی رو خودم به صورت خودکار براتون پاک کنم که شما باید وارد تنظیماتش بشید و تیکش رو فعال کنید. بعد از اینکه تیک رو فعال کردید که براتون علامت گذاری کردم، حالا یه بک دیگه بدید و حالا روی گزینه کنسل بزنید. حالا برنامه به صورت خودکار فایل‌های اضافی گوشیتون رو پاک میکنه و باعث میشه گوشیتون روونتر بشه.